هموطنان عزیز، این لحظه ها همه ما و شما در آستانه سالگرد 24 استقلالیت دولتی تاجیکستان، یعنی بزرگترین و مقدسترین جشن ملی امان قرار داریم. محض استقلالیت با ما امکانیت تاریخی فراهم آورد که وطن خود را صاحبی کنیم، دولتداری ملی خود را برپا نماییم، سنت و ارزش‌های ملی امان را احیا سازیم، آرمان‌های دیرینه خلقمان را عملی گردانیم و زندگی آزادانه مردممان را به راه مانیم. در این لحظه‌های ادانه تمام مردم شریف تاجیکستان و کل هموطنان برون مرزیمان را به افتخار این صحنه تقدیرساز تبریک و تهنیت گفته، به خرد و بزرگ کشور صلح و آرامی، خوشبختی و اقبال نیک و خانه آباد آرزو می نمایم. استقلالیت در برابر این که آمال و آرزوی دیرینه خلق ماست، اینچنین لحظه اندیشه و تحلیل مسئولیت هر فردی سرزمین اجدادی برای رسیدن به قدر گذشته و کار و فعالیت سازنده برای امروز و آینده وطن محبوبمان می باشد. همین حس بلند مسئولیت در نزد گذشته و امروز و آینده وطن و ملت هر یکی ما را وادار می سازد که به خاطر آبادی و آرامی کشور عزیزمان با تمام هستی تلاش ورزیم، صادقانه و اهلانه زحمت کشیم، در حفظ منفعت‌های ملی و دولتی امان دائم زیرک و هوشیار باشیم تا قرض خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان به طور سزاوار ادا نماییم. با درک این مسئولیت بزرگ، دولت و حکومت تاجیکستان تا به امروز پیوسته تلاش دارد که پایه‌های سیاسی و اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی و معنوی استقلالیت دولتی را تقویت بخشیده برای رشد بی‌میلان همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه کشور شرایط مساعد فراهم سازد. در نتیجه ما در ظرف بیش از 12 ساله گذشته با یک سلسله دستاوردهای بنیادی نائل گردیدیم که سرنوشت منبعد دولت صاحب استقلالمان با آنها وابستگی مستقیم دارد. مهمترین دستاورد ما در این دوره تأمین صلح و آرامی، از خطر نابودی نجات دادن دولتداری ملی امان و از پراکندگی رها بخشیدن ملتمان می باشد. زیرا به داشتن دولت آزاد، آرزو و آمال تاریخی ملت و هدف و برنامه‌های نسل امروز و فردای آن معنای خود را از دست می داد. از این رو اگر در آن طوفانی که بدخواهان ملت تاجیک در سر راه کشور تازه استقلال ما ایجاد کرده بودند، دولت از بین می رفت و ملت پراکنده می گردید، نسل‌های آینده ما را هرگز نمی بخشیدند. در قدم‌های بعدی ما تمام تلاش را به خرج دادیم که ساختار مکمل اداره کنی، حکومت معاصر، پارلمانت کسبی، ارتش ملی، نهادهای با صلاحیت نظامی و امنیتی و دیگر رکن‌های ضروری دولتداری خود را طبق معیارهای زمانه نو بنیاد نماییم. شخصانی که این راه تاریخی را طی کردند خوب در یاد دارند که احیا و برقرار کردن هر یک رکن دولتداری و هر یک ساختار فلج شده و از فعالیت بازمانده دولتی چه زحمتی بزرگی را طلب می کرد. قدم بسیار استوار دیگر در بنیاد دولت معاصر تاجیکان انتخاب درست ساخت دولتداری بود.
در اساس واقعیت تاریخی و سیاسی گذشته و معاصر و با در نظر داشتن منفعت‌های امروز و آینده ملی و دولتی، خلق تاجیکستان با میل و اراده خود و با اظهار رأی آزادانه ساخت دولتداری دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی را انتخاب نمود که اکنون آن همچون اراده قطعی مردم کشور در ماده اولی کنستیتوسیون ما برای همیشه ثبت گشته است. حالا تاجیکستان در راه بنیاد این نظام دولتداری قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. تجربه حاصل شده و تحولاتی که امروز در جهان معاصر می‌گذرد بار دیگر ثابت می‌سازد که انتخاب دولتداری دنیوی انتخاب درست و دوربینانه بوده امروز خود همین غایه به یکی از زمینه‌های اساسی حیات آسایشته جامعه تبدیل یافته است. در دوران صاحب استقلالی با حکومت مملکت میسر گردید که با بنیاد راه و نقب‌ها، نیروگاه و خطهای انتقال برق و صدها کارخانه صنعتی زیرساختار اساسی کمونیکاسیونی و انرژتیکی و صنعتی کشور را احیا نموده تاجیکستان را به یک قلمرو واحد تبدیل دید. در برابر این همه به ما میسر گردید که با پشتیبانی و دستگیری صمیمانه مردم شریف کشور صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را در وطن خود برقرار نموده برای زندگی آسوده خلقمان شرایط مساعد فراهم سازیم. حالا در وضعیت آشفته و بی‌ثباتی جهان معاصر و زندگی فاجعه بار بعضی خلق و ملت ها هر یک شهروند آگاه تاجیکستان با کمال شکرگزاری درک می کند که از برکت صلح و ثبات ما به چه نعمت بزرگ دست یافته ایم. در این لحظه ها که به جشن مبارک استقلالیت آمادگی می گیریم ذکر این دستاوردهای بنیادی دولت و مردم تاجیکستان امر ضروری می باشد. زیرا شدتیابی برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های جهانی، تمایل دوباره به قطب‌های سیاسی و نظام جدا نمودن عالم، پنجشوی تفکر خرابی‌آور افراطگرایی، قوتگیری، فعالیت حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی و مانند اینها ثبات و امنیت دولت‌های جهان را در مجموع با تهدید جدی روبرو نموده است. بنابراین با ذکر دستاوردهای بنیادی دوران استقلالیت می‌خواستم بار دیگر این نکته را تاکید نمایم که افراطگرایی و دیگر تهدید و خطرهای معاصر پیش از همه به همین ارزش‌های اصولی و حیاتی تهدید می‌نمایند. یعنی آنها اولتر از همه به استقلالیت دولتی، به موجودیت خود دولت مستقل، به ساختار دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی، به ثبات و امنیت و حیات آسایشته، به خانه و عائله آباد هر یک فرد و به ارزش‌های نیک ملی مردم تمدن ساز ما تهدید می‌کنند. پس مبارزه ما با مقابل اکستریمیسم و تروریسم بین المللی در اصل مبارزه برای حفظ دولت، استقلالیت، فرهنگ و زبان، ارزش‌های ملی و زندگی آزاد و آسوده خلقمان می باشد. از این رو هیچ یکی ما نباید در این مسئله بی‌طرف باشد. مردم شریف تاجیکستان خوب درک می‌کنند که استقلالیت و آزادی ارزش نخستین و بسیار عزیز و مقدس در حیات هر یک شخصی آگاه و با ننگ و ناموس و شرط مهمترین زندگی شایسته هر یک فرد وطن می باشد.
در عین زمان اطمینان کامل دارم که مردم سربلند و باننگ و ناموس، وطن دوست و وطن پرور و صاحب تمدن تاجیک با درک قدر و قیمت و ارزش تاریخی استقلالیت و دستاوردهای بزرگ این دوره سیاست دولت و حکومت مملکت را من بعد نیز صمیمانه و همه جانبه دستگیری می نماید. زیرا ما هنوز در زندگی جامعه و دولتمان مشکلات زیاد داریم، ولی در عین زمان اطمینان کامل و عزم و اراده قوی داریم که همه مشکلات موجوده را با دستگیری مردم زحمتکش و تحملگرایمان با زحمت اهلانه و صافدلانه برطرف می سازیم و نقشه و نیت‌های سازنده امان را به خاطر آبادی سرزمین اجدادی و پیشرفت دولت صاحب استقلالمان عملی می گردانیم. با ایثار همین نیت‌های نیک بار دیگر همه مردم شریف و سربلند کشور و کل هموطنان برون مرزیمان را به افتخار جشن آزادی و صاحب اختیاری وطن محبوبمان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته به خاندان هر یک آنها خوشبختی و فیض و برکت، سلامتی و سربلندی و به تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات پایدار، وحدت ملی جاودانی و پیشرفت و آبادی روزافزون آرزو می نمایم. جشن استقلال و آزادی مبارک باشد هموطنان عزیز.